سلام وطنی چی کردن کدت یا ای پره چی خاک زدن به سرت چی کردن کدت از چی بگم برات از وقت که رفتم شده دلم تنگه برای بیرق سرنگ برای ریش سفید امو کلانی بننگ برای آوازی مرمی برای جنگ امو کسایی که میدن به طالب تفنگ امو دکان گلی امو سرگ خاکه امو مشتیدی که میگه پاک است نه ترسی ندارم میگم ایره امو نفر که گت سیاست و دینه امتی دختر سنتی مایه کچر سپودر جوان آزایه میدانم داری درد از مایی بدتر ولی خدا بزرگ است الله اکبر. پنج خانه دارم دو دختر بدنام بود. کارت چیست؟ جانم میفروشم. چی؟ جانمه جسمم میفروشم. من نفهمیدم چی میکنی؟ جسمم به مردم لذت میدم. تیر شد دو روزی که داشتیم کشور مسلمان همه جا گپ بود از مردمانی افغان بودیم فقط پیرو قرآن و اسلام حالی شدیم مثل شیخای عربستان نه چای نفت داریم نه جای حرف داریم به جان هم افتادیم و مثل سگ و کف داریم دیگه دنیا ما را به آوارگی مشناسه دخترها و بچه های ما کلگی عشق بازن او روزا گذشت و دیگه شد خلاص که میگفتن کافری نخوانی نماز هر کی رشی بلند داشت بشه مولا یک مولای لوده و ارامی و بچه بازی خاک شده مملو از خون و وحشت دولت مردای ما نمسون پول شهوت به چشینج دیگه گپی از بیادری نزن فقط یک شعار تو خالی از وحدت یک شعار تو خالی از وحدت. هر روز یک قصه سرت مکیده غربتم دیلیم تنگ برت وطن آیدان باد میشه سری افغانی وطن دیست پای بنده و ویج نمیتانی پیسه و ریش و تفنگ نمادیمان هر کس ریش داره میشه کلانیمان ما افغانی هستیم ای حالیمان این فجاری میشه دما بین قرآن نه بانه نداریم نخوره بد سرت وقتی غرورمان شده یک اوتی ای سیگرت وقتی گبایم تکراریست چتیات را وقتی جایم خالیست بچش دما بین قهر وقتی قلمیم خسته بدیستیم بوتل وقتی فایشه خانه شست ما بین هتل خود ده خو زدیم مده بننگی وقتی اردوی قهرمانم شده بنگی